این بیمارستان در دوشنبه با نام کلینیکای منصوروف میشناسند. این مؤسسه اولین پژوهشگاه گاستروانترولوژی یا بیماری‌های درونی در قلمرو اتحادیه شوروی بود. بیمارستان را در سال 1959 اکادمیک حمید منصوروف تأسیس داد و طول چند ده ساله خودش رهبری کرد. با گفته همکاران منصوروف، این مرکز طبی در میان ساکنان و کشورهای منطقه چنین شهرت داشت که از همه کشورهای سابق اتحادیه شوروی به اینجا برای طبابت می آمدند. حالا هم بیماران از کشورهای منطقه به جستجوی کلینیکای منصوروف به تاجیکستان می آیند. در سابق اتحادیه شوروی مؤسسه دولتی پژوهشگاه گاستروانترولوژی در تاجیکستان فقط به خاطر حمید حسینیچ منصوروف کشاده شده بود. چقدر وقت استاد اگر در بین ما نباشد هم آن را فقط به نام منصوروف نام میگیرند. اکادمیک حمید منصوروف اگر عمر وفا میکرد به سن 95 میرسید. این دانشمند فقیدی تاجیک 25 دکبر سال 1925 در شهر سمرقند ازبکستان تولد شده است. او در کودکی یتیم مانده در خانواده صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان به وای رسیده است. منصوروف را پسرخواندی عینی میگویند. فریده منصوروف و دختر حمید منصوروف یاد دارد که چگونه عینی با پدرش مهربان بود. این حادثه خوب در خاطرم هست. روز استاد عینی با باستانشناس روس گراسیموف که قبر رودکی را پیدا کرده بود نشسته بودند. کمال پسر عینی در روی حولی مشغول بازی بود و پدرم تازه از مکتب با لباس زیبا و شینم برگشت. وقتی استاد عینی از گراسیموف پرسیدند که کدامی از آنها پسرم هست، گراسیموف به پدرم اشاره کرد. بعد استاد عینی با خنده گفتند که تو زنده ها را نمیتوانی دقیق کنی و چطور تو توانستی از روی استخوان‌های 1000 ساله رودکی را معاین کنی. حمید منصوروف همیشه با چهره‌های سرشناس چی در تاجیکستان و چی بیرون از آن ارتباط داشته میان آنها صاحب اعتبار بود. محض احترامش در نزد چهره‌های اول تاجیکستانی شوروی امکان داد که این پژوهشگاه را بنیاد کند. راهبران وقت تاجیکستان به مثل تورسون الجبویف و جبار رسولوف به نزد پدرم می آمدند و با او دوستی داشتند. سهم آنها در تأسیس این پژوهشگاه کم نیست. شاگردان و نزدیکان اکادمیک میگویند منصوروف عمرش را تنها به فعالیت پژوهشگاه گاستروانترولوژی بخشیده بود. توجه بیشترش هم به انتخاب دکتران بالیاقت و صاحب کسب روانه شده است. گفته می شود محض همین چیز باعث شهرت پژوهشگاه شده است. خیلی که حاضر میگن اریستوکرات بودن، شخص خیلی خاکسار بودن. برای اون کس فرق نداشت که تو کدام درگاه رو ختم کردی، ملت چی هست، سن و سالت به کجا رسیده است. برای اون کس فرق نبود. برای اون کس در مد اول مهمیتی از همه خوبتر آن بود که اون کس شخصی که در حقیقت طب رو دوست می داشتن، می خواستن طبیب خوب شوند، علمشون رو به نظر می گرفتن. اگر به اصطلاح روسی گیم کلینیسکی میشلینی. حمید منصوروف دارنده جایزه دولتی به نام ابن سینا، عضو افتخاری انجمن‌های گاستروانترولوژهای مجارستان و بلغارستان و لهستان بود. دوستان خارجیش چند همایش بین المللی را در پژوهشگاه گاستروانترولوژی تاجیکستان برگزار کردند. اگر گوییم خطا نمیکنیم، یکی از پیشنهادهای استاد در همون وقت این طبقه بندی یا کلاسیفیکاسیون نورسایی فعال کار جگر و در اساس 3 نمود سندروم خولسته، سندروم هیپرتنزی پورتالی و سندروم نورسایی کار جگر، این کس پیشنهاد نمودن که نورسایی کار جگر چی خیلی میتونیم طبقه بندی کرد و چطور معالجه کرد. سپس این بعدتر این طبقه بندی از طرف علمان خارجی نیز پیشنهاد شد و با دیگر نام ها، لیکن در دور خودش طبقه بندی استاد منصوروف طبقه بندی یگانه بود و یکی از طبقه بندی های پیش بود. دکتر منصوروف 25 آگوست سال 2013 در دوشنبه فوتید. او را در آرامگاه لوچوب در کنار دیگر شخصیت‌های معروف تاجیکستان دفن کردند.
ҳамид мансуровро аз бунёдгузорони илми ҷигаршиносӣ дар тоҷикистон медонанд. мехост дар пажӯҳишгоҳаш ҷарроҳии пайвандсозии ҷигар низ анҷом шавад. баъди марги ӯ дар ин бино маркази пайвандсозии узвҳои инсон фаъол шуд ки ин ҷарроҳиро анҷом медиҳад. бо дар назардошти хизматҳои академик дар рушди тибби тоҷик, ҳоло кормандони ин пажӯҳишгоҳ дар муроҷиате аз мақомот хостанд яке аз хиёбонҳои шаҳр ба номи Ҳамид Мансуров гузошта шавад. зимнан ҳоло пажӯҳишгоҳи таъсискардааш ҳам ба номи ӯ гузошта нашудааст.